به نام خدای مهربان و درود بر شما همراهان عزیزم. امروز میخواهم شما را ببرم به آن روزهای گرم و شیرین تابستان و پاییز که در خانه میگذشت. به خانه ای که در هر گوشه‌اش رازی پنهان بود. تابستان را که یادتان هست. آن روزهای بلند و آفتابی که با صدای مرغ و خروس بیدار می شدیم و با بوی نان سنگک تازه به استقبال روز می رفتیم. تابستان یعنی فصل کار و تلاش، فصل جمع آوری آذوقه برای روزهای سرد زمستان. روزها یکی یکی مثل باد می گذشتند و قرار بود از آن خانه برویم، خانه ای که سالها خانه ما بود، خانه ای که در آن یک خانواده 18 نفره با هم زندگی می کردن و به روزی که مجبور شدم برای همیشه از آن دنیای قشنگ جدا شوم. آن خانه همیشه پر از سر و صدا، بازی، شیطنت و آن شلوغی شیرینی که فقط با آن همه جمعیت معنا پیدا می کرد. تابستان که می آمد، حیات خانه می شد تمام دنیای ما. روزهای گرم تیر و مرداد در آب بازی و بازی های دست جمعی می گذراندیم. صدای خنده های ما در حیات می پیچید و اگر هم دعوای کوچکی بین ما پیش می آمد، با یک بازی تازه همانجا خیس آب و فراموش می شد. وقتی فصل گوجه فرنگی می رسید، رسما 1-2 روز خانه تعطیل می شد. صندوق های چوبی پر از گوجه فرنگی های سرخ کنار حوض آب ردیف می شدند. بعد حسابی آنها را می شستند. بعد آنها را داخل دیگ های بزرگ مسی قاچ می کردند و می گذاشتند زیر نوازش آفتاب. روز بعد آتش برپا می شد و دیگ بزرگ روی آن قرار می گرفت و ساعتها می جوشید و می جوشید تا آبش کشیده شود و آن غلظت و رنگ سرخ جادویی را پیدا کند. رو به جا افتاده را داخل سینی های بزرگ مسی می ریختند و روی آنها را با پارچه نازک می پوشاندند و روی تخت حیات می گذاشتند تا آفتاب هم کار خودش را بکند. وقتی کاملا آماده می شد، می رفت داخل شیشه های از قبل تمیز شده. شیشه هایی که قرار بود تا زمستان گوشه ای از عطر و طعم تابستان را برای ما نگه دارند. اما در میان تمام این کارها یک چیز برای ما بچه ها از همه دوست داشتنی تر بود. کته گوجه. یک رسم قشنگ بود. حاصل زحمت همان روز را همانجا داغ و خوش عطر به سفره می آوردند. بوی گوجه پخته شده در تمام فضای خانه می پیچید و آن کته گوجه طعم عشق و طعم بهشت می داد. بعد از آن نوبت گرفتن آب قوره بود که آن هم خودش یک مراسم به حساب می آمد. وقتی قوره ها را به خانه می آوردند، اول باید دانهشان می کردیم و ما بچه ها بین خودمان سریع مسابقه می گذاشتیم که ببینیم چه کسی بیشتر دانه می کند. قوره های شسته شده را پس از خشک شدن داخل جوغن می ریختند. همان هاون‌های سنگی و بزرگ و با دسته های چوبی شروع می کردم به کوبیدن آنها. بوی تند و ترش قوره بود که در هوا می پیچید. بعد آبش را گرفته و با توری صاف کردن و می ریختن داخل قرابه های شیشه‌ای. در تمام مدت بزرگترها مدام تذکر می دادن. به قوره های خرد شده دست نزنین که دستتون می خورد. البته دردسر اصلی مال خود بزرگترها بود. اگر دستکش دست نمی کردن،
دستهایشان شروع میکرد به خاریدن و ما بچه ها فقط به آنها میخندیدیم. یادش بخیر، آن روزهای آبگوره‌گیری با طعم ترش قوره‌های تازه همواره با یک شیرینی دلچسب همراه میشد. ارد خرما یا حلوای خرمایی. برای آن ترشی تیز قوره که سردیمان نکند. ما بچه ها هم کاسه به دست صف می کشیدیم تا سهمی از آن حلوای گرم و خوش عطر داشته باشیم. طعم بی‌نظیری داشت. اواخر تابستان که می شد نوبت لیموی تازه بود. آن لیموهای درشت که عطرشان خانه را پر می کرد. اما گرفتن آب لیمو هم برای خودش اصولی داشت. اول لیموها را می شستند، بعد روی یک پارچه تمیز آنها را پهن کرده و اجازه می دادند یک روز کامل بماند که این کار باعث می شد پوست لیمو کمی جمع شود و می گفتند با این کار موقع آب گرفتن نه تنها لیمو آب بیشتری می دهد بلکه تلخی پوست لیموی تازه هم وارد آب لیمو نمی شود و طعمش عالی باقی می ماند. با تمام شدن آب لیموگیری و رسیدن پاییز تازه نوبت شاهکار بعدی خانه بود. مربای به که با آن طعم و رنگ عقیق سرخ که عاشقانه ترین خاطرات صبحانه ما با همین مربای خوش رنگ و خوش عطر رقم می‌خورد. و بعد هم نوبت رب انار بود. آن انارهای درشت و سرخ که با عشق و علاقه دانه می شدند. بعضی از انارها آنقدر رسیده بودند که از شدت رسیدن شکافته شده بودند و دانه های سرخشان از میان پوست هم بیرون زده بود و ما بچه ها با کلی اصرار اجازه می گرفتیم که ما هم انار دانه کنیم. بعد از دانه کردن آب آن را گرفته و روی آتش می گذاشتند تا غلیظ شود و بعد در ظرف‌های مخصوص ریخته و در زیر زمین نگهداری می کردند. و اما یک شیرینی بسیار خوشمزه و شاهانه هم درست می کردند که درست کردنش هنر دست و مهارت بالایی می خواست. به نام ماقوطی. این شیرینی یا دسر را با چای هم می خوردن و آن را فقط برای مهمانی های خاص و برای کسانی که خیلی دوستش داشتن می آوردن. آب مقدار زیادی به را می گرفتن و بعد آن را در ظرف مسی ریخته و روی چراغ با حرارت بسیار ملایم می گذاشتن که ساعتهای طولانی آرام غل بخورد. غل می خورد و غلیظ می شد. بعد آن را در سینی ریخته می گذاشتن سرد شود و پس از آن به صورت 4 گوش یا لوزی می بریدند. تقریباً مانند مسقطی، اما با یک عطر و طعم و رنگ بی‌نظیر. شگفتی ماقوطی در این است که تنها با یک قلم جنس درست می شد، یعنی آب خالص به. نه شکری در کار بود و نه روغنی و نه هیچ افزودنی دیگر. یک شیرینی یا دسر فوق‌العاده مقوی و خوشمزه و سالم که راز خوشرنگی و طعم شاهانه‌اش تنها در هنر دست و جوشیدن ملایم و قوام آمدن آن روی آتش نهفته بود. آن زمانها انگار خانه‌ها با نبض فصل‌ها زندگی می‌کردند. تابستانش بوی گوجه فرنگی پخته و قوره می‌داد و پاییزش عطر انار و به. هر آنچه از باغ و زمین می‌آمد با دستان پرمهر اهل خانه تبدیل می‌شد به برکتی که قرار بود گرمابخش زمستان ما باشد. و حالا من باید از همه اینها دل می‌کندم.
قرار بود ما به خانه خودمان برویم. شاید برای بزرگترها این رفتن شروع یک زندگی تازه و مستقل بود، اما برای من کودک معنای دیگری داشت. من باید از خانه‌ای می‌رفتم که تمام کودکیم در آن گذشته بود. از همه بچه‌ها، بازی‌های دست جمعی، از عیدهایی که دور هم جمع می‌شدیم. آن روزها نمی‌دانستم دل کندن اینقدر تلخ و سخت است. فقط احساس می‌کردم تمام وجودم فریاد می‌زند من نمی‌خواهم از اینجا بروم. و امروز که سالها از آن روزگار می‌گذرد، متوجه می‌شوم من فقط یک خانه را ترک نمی‌کردم، بلکه داشتم از یک دوره بی بازگشت زندگیم جدا می‌شدم. از دنیایی زلال که دیگر قرار نبود هیچ وقت به همان شکل تکرار شود. و ما در نهایت قدم به خانه جدید گذاشتیم. خانه ای که رفتن به آن آغاز قصه های نو، کشف های تازه و رؤیاهایی بود که به انتظارم نشسته بودند. با این حال آن خانه کودکی هرگز مرا رها نکرد. هنوز هم پس از این همه سال وقتی به پشت سر نگاه می کنم، آن حیات، صدای ما بچه‌ها و گرمای آن شلوغی شیرین در دلم زنده می شود و دوباره با همان حس و حال همان روزها کودکانه دلم می خواهد برگردم. اگر همین الان چشمایتان را ببندید و به گذشته برگردید، خانه کودکیتان چه بویی می دهد؟ بوی خاک نمخورده، یا بوی نان تازه، یا بوی گوجه و قوره تابستان ها؟ من مریم هستم و اینجا جایی است که خاطره ها فراموش نمی شوند، بلکه دوباره زندگی می کنند. با مهر فراوان تا قسمت بعد، بدرود.